السلام علیکم دوستای عزیز، وقتتان بخیر. امید که جور صحت سلامت باشین. یک ویدیو معلوماتی در مورد ریکاور فند براتون ثبت میکنم. بعضی دوستا سوال داشتن، مشکل داشتن، میتونن که در این ویدیو طریقه ریکاور فند و ای که چرا کمپانی 3% ما را میگردانه ایره میخوایم بر شما معلومات بدم. ببینین دوستای عزیز، وقتی شما کنسل میکنین قراردادتانه، کمپانی از هر لحاظ منطقی است و ما این موضوعی را بر شما میگم. اگر واقعا منطقا فکر بکنین خیلی هم منطقی میآید. یعنی چرا کمپانی 30% میگیره؟ بعض دوستا از این خفه میشن که او کمپانی چرا 30% میگیره، نباید 30% بگیره. خب دوستای عزیز، من یک مثال واضح براتون میتونم. در یک ویدیو قبلی هم بر شما این مثال داده بودم. مثالی از دوستای عزیز که مثلا ما میخوایم یک جای بریم سرمایه‌گذاری بکنیم، مجبور هستیم بریم $1000 را یک جای سرمایه‌گذاری کنیم یا 500 یا هر چی که است. ایره میریم از نفر جنس میخریم، درست است؟ ای که ما جنس خریدیم در جریان میبینیم بعض مشکلات است، یا سقوط میکنیم، یا مثلا کاروبارمون نمیشه، یا هر چی که است. شما وقتی که همین جنس خرید کردین از عمده فروش، پس دوباره همین جنس تانه ببرین، آیا امو پیسه ای رک دادین امو پیسه رو برتون میده؟ 100% نمیده. بابت از اینکه یک مقدارش مثلا او آدم میگه ایچه ما فایده گرفتیم، ما این جنس با این قیمت خریدیم، پس ما فایده ما را میگیرم، یا فایده ما گرفتیم در مقابل این جنس تنقه پول برات پس میتم. درست است؟ کمپانی زینوس هم وقت شما کنسل میکنین امی پولتان از بازار جمع میکنه. یک از بازار مثلا پولتان جمع میکنه، کمپانی حتما یک مقدار جنس خود به تاوان میفروشه تا یک پیسه شما را بده، یا به هر دلیلی که مثلا کمپانی، یا یک مثلا ای که شما راجستر میشین با کمپانی، یک مقدار مفاد برای کسایی که شما زیر مجموعش راجستر شدین بر از او هم پرداخت میکنه. مثلا خودت می راجستر میشی، $100 سرمایه‌گذاری میدی، $100 مثلا $10 برای با اپلاین مستقیمت از کس که لینک گرفتی، مثلا $3 برای یک نفر دیگه، $4 برای یک نفر دیگه، باز یک نفر دیگه مجموعاً بونس میگیری از او. چقدر یعنی کمپانی از این تاوان میکنه. ولی باز هم کمپانی اوجه تذکر داده، اگر شما برین در بخش اباوت کمپانی ایره سرچ بکنین ببینین که چرا کمپانی 30% میگیره. اوجه خودش هم گفته به خاطر از اینکه دوستای عزیز کمپانی میگه ما 60% یا بالاتر از 60% ما تاوان میکنیم، ولی ما 30% سر مشتری که کنسل میکنم اندازیم و متوقعش ما خودمون به دوش میگیریم. دیگه از این خاطر دوستای عزیز وقتی شما ریکاور فند میزنین 30% بابت از این کمپانی دور میده. و یک موضوع دیگه ای که دوستای عزیز، مثلا ما میخوایم امیال $11,100 ما سرمایه‌گذاری کردیم، درست است؟ ما میخوایم امیره کنسل کنم مثلا یا ریکاور فند بزنم. اینجا میایم دوستای عزیز در بخش بزنس ریکاور فند، اینجا ببینین اینجا ریکاور فند است. خب پیش از اینکه من ریکاور فند بزنم بیایم اینجا ما بر شما ویدرول خودم میگم. اینجا که ما چقدر مثلا از کمپانی ما برداشت کردیم، درست است؟ خب این باز شد دوستای عزیز. میایم در بخش هستوری. اینه دوستای عزیز، ببینید دوستا، ما $11,100 سرمایه‌گذاری کردیم. از این $11,100 $902 یک دفعه کشیدیم، $272 دیگه کشیدیم، $702 دیگه کشیدیم، $102 دیگه کشیدیم. ببینید دوستای عزیز، این مفادی است که ما از کمپانی برداشت کردیم، درست است؟ وقتی که من میخوایم مثلا کنسل بکنم، کمپانی چی میکنه؟ اینجا میایم در بخش ریکاور فند. وقتی دوستای عزیز ما کنسل میکنم، از نمو 11,100 ما که هست، این متباقی را منفی میکنه. ایره خودتان جمع ضرب بکنین، خودتان باز میفهم بهتر. همون پولی که ما ویدرا کردیم، درست است، او را منفی میکنه. به خاطر که ما برداشت کردیم، پیش خود گرفتیم و میمونه متباقی مثلا 11,000. باز از این 11,000 30% دور میده، درست است؟ مال میم بر شما به شکل چی براتون میگم؟ به شکل ماشین حساب. صبر. خب دوستای عزیز ببینید در ماشین حساب بر شما دانه دانه میگم. خب ما $11,100 دوستای عزیز سرمایه‌گذاری کردیم. از این $11,100
ایره چی میکنه دوستای عزیز؟ ضرب 30 میکنه، یعنی 30% کمپانی را بکشین. درست است؟ مساوی از این 3330 دلارش کمپانی دور میده. از این سرمایه گذاری که ما انجام دادیم از 11100 که 30% بکشی 3330 دلارش کپ میکنه. و از این مثلا از 11100 منفی 3330 دلار. درست است؟ منفی اینال ما چقدر برداشت کردیم؟ ایجا برداشتی های ما رو مثلا میگه. مثلا ما از مو 11000 چقدر؟ از این منفی مثلا ما 3000 دلار دیگه برداشت کردیم. درست است؟ از 3000 دلار دیگه که مثلا ما منفی کردیم اینجا ما 4770 دلار، یعنی می 4770 دلار کمپانی برای ما میفرسته. هدف ما گرفتن انشالله. یعنی بعض دوستا نگرانیشان یا تشویششان ای است که برادر وقت ما سرمایه گذاری میکنیم ای که ما برداشت کردیم اون رقم برداشت کردیم و ای که ما سرمایه گذاری کردیم اما سرمایه گذاری ما را به یک رقم کمپانی نمیکنه دوستا. پس به مو خاطر وقت شما ریکاور فند میکنین ایره خوب متوجه باشین که از سرمایه تان 30% کسر میشه و یک شما برداشت کردیم مو هم حساب میشه، متوقع هرچی میمونه بر شما ارسال میکنه. خب دوستای عزیز جمعین شما والت آدرس تان میزنین، مثلا با مو آدرسی که روان میکنین کوشش بکنین که از بایننس بگیرین، به خاطر از اینکه بایننس کمیشن نمیگیره اما پول تان فکس روان میکنه. ولی اگر شما از هر والت یا هر کیف پول دیگه که ارسال میکنین کمپانی از او بر شما کات میکنه. مثلا دیگه چیاس والت ها یا دیگه کیف پول ها هسته که حتی 2 دلار 3 دلار کمیشن میگیره ولی کمیشن از او را کمپانی دور نمیده، او را میگه مربوط خودتان است. کوشش بکنین بایننس از بایننس روان کنین. ایجا هم والت آدرس تیتر تان روان کنین و ایجا شما یک دلیل منطقی بابت کنسل کردن امی قرارداد تان نشته بکنین که ما بابت از اینی مشکل نیره مثلا قرارداد ما را کنسل میکنم. و اینجا هم پن کد میخواه که بعض دوستایی که مثلا ویدرا زده بلد هستن. خب ما ایره بازم بر شما میگم این بخش سکیوریتی پنک چی رقم است اینجا بین در بخش ستنگ اگر میخواین که شما چی را به دست بیارین پن کد. درست است؟ در بخش ستنگ بین دوستای عزیز ستنگ آمدین این رقم پن کد، این پن کد سرش کلیک بکنین اینجا ریکوست بزنین برین امی ایمیل تانه با امی ایمیل که شما اکاونت ساختین ایمیل تانه باز کنین پن کد میره پن کد گرفت. پس بیاین در اینجا بخش ریکاور فند در ریکاور فند در این قسمتش او را کپی بگیرین اینجا پیست کنین اینجا والت آدرس تانه در این قسمت والت آدرس در این قسمت هم دلیل کنسلی تانه به انگلیسی نشته بکنین اینجا پن کد سابمیت بزنین انشالله که در ظرف 12 24 الا 48 ساعت برشان حتما پول میرسه دیگه. بخیر سلامت باشین، وقتان خوش باشه.